مردم شهر دنقره و شهر کلوب التماس مانا گوش کنین. خوب من گوش کنین. هم بچه ها که در همینجا صورت شما میبینم همین زاده و استقامت کننده ناحیه دنقره. فامیلیش برادرای عزیز شیرالی فیض‌اللهویچ، سال تولدش 1986 از سنه 22 ایول در شهر سانت پتربورگ به نام نشان شده. انیخترش در شهر کازان کار میکرده. امروز 22 پیتر میبیو میگه که پیتر کار میرم یک فرما در جای کار یافتگی میگه بسینی بچهای همون جاشون بچهای همون دنقره میگه مقصد که همونجا جای کار یافتگیم همونجا جای کار میرم می بیو و همون روز 22 ایول به نام نشان میشه. رقمای تلفن خانگیشون و رقمای تلفن مادرش در روی اکران میمونم. برای یافتن همین برادر کمک رسانین. بعد ویدیو را پدیلیت کنین در بچه‌ای که در شهر کازان قرار دارن و بچه‌ای که در شهر سانت پتربورگ قرار دارن. خلاصه برای یافتن همین برادر کمک کنن. نگاه کنین ده برادر، همین ویدیو را من خرسندی من نمیکنم. همین ویدیو را من خودم طاقه برای خودم نمیکنم. برای که میکنم که مثال ما و شما سبب شویم و همین آدمای گمشدگی پیدا شوند. به همین خاطر شما را هم به طرف نباشین. ویدیو را پدیلیت کنین، لایک مونین، دستگیری کنین، پهن کنین. بچه‌ای که سرعت در همینجا موندگیم زاده و استقامت شریفوف کننده جامی شهر سید کلوب. مرادویچ هم محمد هم میگفتی انشه برادرای عزیز. نام اساسیش جامی اینه که محمد هم میگنشه. مقصد که این برادر از سال 2014 به نام نشان شده. آخرین بار سال 2014 پاسپورت علیش کرده و شهر مسکوا آمده کار کنی و به همین به نام نشان شده. نه اوچش زنگ زده دیگه، نه خانگیاشون، نه یگان کس میدونه در کجا بودن، زنده و یا مرده بودن. همین بچه را یگان کس نمیدونه. التماس تماشابینای عزیز و اون نفرایی که در زندان ها قرار دارن و همین ویدیوی من تماشا کردید. من میدونم در زندان ها برادران من میبینن یک یک تماشا میکنن برای ما را و برای یافتن همین آدمای گمشدگی خیلی کمک ها هم رساندگیان. التماس صورت هم بچه را پیش میبیارم، در روی اکران کلان میمونم. یا بار خوشرو نظر کنین. ممکن نام و فامیل نوی علیش کرگیش قطی یگم دستگیر شده باشه. نو به هر حال ما نوی فامیل نوش نمیدونیم. همین نام فامیل اساسیش میدونیم تمام. لیکن به هر حال التماس صورت‌ها را خوشرو نظر کنین. شاید در یگان جا دیده باشین، شاید دانین در کجا قرار داشته، شاید دانین در چه حالت بدن، خبر رسانین. مادرش به نهایت خواطر شده، خانگیاشون به نهایت خواطرن. چند سال شد میکوان، چندین جهود هم نیز مراجعت کردگن ولی به نتیجه موندگی. خلاصه یگان جو نه خط شیو نه خبرش. امیدوارم به طرف نمیشن. ویدیو را پدیلیت میکنین و دستگیری میکنین برادرای عزیز. پس نفرایی که بعد گرانیت گذشتنین شرکت یکای محمد رحیم از شهر مسکوا ماشیناش 3-4 تا ماشین دارن. مقصد به نوبت هر روز گرانیت میروند. ماشیناشون همه ماشینای همین کامفورت پیلوسان، همه ماشینای قوی. مقصد کدامتون که گرانیت گذشتنین بعد دیلی پر میتونین مراجعت کنین، زنگ زنین در رقمای در روی اکران بدگی و بعد دیلی پر زنین روین گرانیت گردین بیای. رقم‌ها در روی اکران میبرو معلومات پورا را خودشون پرسین. اویدی نرخ نباش با اویدی کی و ای کجا سفر کردنش.